کل دنیا فوتبال ایرانو به اسم علی دایی میشناسن. اون وقت ایرانیا هنوز هیچی درباره این اسطوره جهانی نمیدونن. مثلا میدونستی دایی مهندس مکانیکه؟ یا مثلا میدونستی تو دانشگاه تهران درس میخونده؟ نمیدونستی دیگه، پس باید این ویدیو رو تا آخر ببینی. علی دایی اول فروردین 1348 تو اردبیل به دنیا آمد. خونشون ساده بود، باباش راننده کامیون بود و کلی زحمت میکشید که خرج زندگی رو در بیاره. تو همچین شرایطی علی از بچگی یاد گرفت که کار و تلاش تنها راه موفقیت تو زندگیه. فوتبال رو از کوچه پس کوچه های اردبیل شروع کرد، بدون کفش درست حسابی. تو سرمای سوزناک اونجا با پاهای یخزده به دنبال توپ میدوید، ولی این عشق به فوتبال بود که گرمش میکرد. وقتی به تهران اومد شرایطش راحت‌تر نشد، سخت‌تر هم شد. از تیم‌های کوچیکی مثل تاکسیرانی تهران شروع کرد. صبح‌ها میرفت دانشگاه تهران تا مهندسی مکانیک بخونه. بعد از ظهرها میدوید سر تمرین فوتبال. فکرشو بکن، تو روز هم باید درس بخونی، هم تمرین کنی، هم خرج زندگی رو در بیاری. ولی علی یه چیزی رو خوب میدونست. اگه بخواد موفق بشه، باید بیشتر از بقیه تلاش کنه. حالا رسیدیم به پرسپولیس، جایی که اسم علی دایی شروع کرد به درخشیدن. بازی‌هاش اونقدر خوب بود که چشم اروپایی‌ها رو گرفت. رفت آلمان تا برای آرمین یا بیلفنت بازی کنه. ولی فکر نکنید اونجا براش فرش قرمز پهن کردن. نه زبون بلد بود، نه فرهنگ آلمانی‌ها براش آشنا بود. حتی تو زمین رقابتش با بازیکنای حرفه‌ای اروپایی خیلی سخت بود. اما علی دایی کسی نبود که از سختی‌ها جا بزنه. اگه تا اینجا این ویدیو برات جذاب بود، حتما این ویدیو رو لایک کن و یه قلب برامون کامنت کن تا یه حالی هم به ما داده باشی. راستی یادت نره کانالمون رو سابسکرایب کنی. کلی ویدیوی خفن و جذاب براتون آپلود کردیم. بریم سراغ ادامه ویدیو. بایر مونیخ، تیمی که هر فوتبالیستی آرزوش توش بازی کنه، ولی حتی اونجا هم کلی انتقاد شنید. خیلی‌ها میگفتن دایی سطحش به بایر نمیخوره. میتونست تسلیم بشه، برگرده ایران و توی یک تیم کوچیکتر بازی کنه. ولی اون وایستاد، جنگید و نشون داد که ایرانی‌ها میتونن تو بالاترین سطح فوتبال بدرخشن. علی دایی فقط توی فوتبال موفق نبود. وقتی از میادین فوتبال کنار رفت، برند پوشاک خودش رو راه انداخت و به یک کارآفرین موفق تبدیل شد. علاوه بر این، بارها توی کارهای خیریه شرکت کرد. مثل وقتی که بعد از زلزله کرمانشاه به کمک مردم رفت و به بازسازی خونه‌ها کمک کرد. یک کمپین را انداخت، کلی پول جمع کرد و تا بازسازی خونه‌های مردم و درست شدن زندگی‌هاشون کنار اونا موند. میگفت من خودم از یه خانواده ساده ام و میدونم سختی زندگی یعنی چی. این حرفش خیلی به دل مردم نشست. حالا بریم سراغ افتخار بزرگش. علی دایی 18 سال رکورددار تعداد گل ملی تو جهان بود. تو اون دوره هیچ وقت خودشو گم نکرد و همیشه میگفت این موفقیت مال تیمه، مال مردم ایرانه. حالا چرا به علی دایی میگن شهریار فوتبال ایران؟ کلمه شهریار تو ادبیات فارسی نماد بزرگی، اقتدار و حکمرانیه و این لقب نشون دهنده جایگاه دایی به عنوان یک اسطوره ملیه. این لقب اولین بار تو دهه 1380 توی رسانه‌ها از طرف هوادارا مطرح شد. اون زمان علی دایی نه تنها رکورددار تعداد گل ملی جهان بود، بلکه تو اوج دوران مربیگری و فعالیت‌های خیرخواهانش بود. مردم و رسانه‌ها این لقب رو بهش دادن تا جایگاه خاصش رو هم تو فوتبال و هم تو دل مردم ایران نشون بدن.